یه سوال، تا حالا توی جاده گاو دیدی؟ احتمالا خیلی برات عادی بوده و حتی یادت نمیاد. ولی تصور کن یه گاو بنفش ببینی. مطمئنم هیچ وقت فراموشت نمیشه. ایده اصلی کتاب گاو بنفش نوشته ست گادین هم همینه. توی دنیایی که همه چیز شبیه همه، فقط چیزی دیده میشه که واقعا متفاوت باشه. ست گادین میگه دوران تبلیغات سنتی دیگه تموم شده. مردم دیگه به تبلیغات بیپایان تلویزیونی یا بنرهای اینترنتی توجهی نمیکنن. چیزی که باعث میشه یه محصول یا ایده موندگار بشه اینه که اونقدر خاص باشه که خود مردم دربارش حرف بزنن. یعنی محصولت باید خودش تبلیغ خودش باشه. حالا چند تا نکته کلیدی از این کتاب برات بگم. اول، محصول یا ایده‌ت قرار نیست برای همه باشه. برعکس، باید برای یه گروه کوچیک خیلی خیلی عالی باشه. دوم، لازمه ریسک کنی. محصول متفاوت همیشه با کمی خطر همراهه، ولی همون خطر باعث دیده شدنشه. سوم، اگه چیزی که ساختی اونقدر جذاب نیست که مردم خودشون دربارش حرف بزنن، انگار اصلا وجود نداره. یه مثال ساده بزنم. وقتی اپل اولین آیفونش رو معرفی کرد، بازار پر از گوشی بود. اما آیفون انقدر متفاوت بود که همه دربارش صحبت می‌کردن. اون شد گاو بنفش اپل. پس پیام کتاب واضحه. به جای اینکه انرژیت رو بذاری برای تبلیغ بیشتر، چیزی بساز که ارزش دیده شدن رو داشته باشه. و آخرش یه سوال برای تو. اگه بخوای همین امروز توی کسب و کار یا حتی توی زندگی شخصیت یه گاو بنفش بسازی، اون برای تو چیه؟ مرسی که همراه من بودی.